یکی بود یکی نبود. مامان صدا زد بچه‌ها وقت شامه. نیما مثل همیشه رفت سراغ بشقابا تا از کابینت برداره و روی میز بچینه. بابا مشغول درست کردن سالاد بود. نهالم کنار آکواریوم ایستاده بود و داشت با حوصله برای ماهیا غذا میریخت. یه لحظه یه نگاهی به بیرون انداخت و دید که داره بارون میاد. پس سری پنجره رو بست تا بارون به داخل خونه نریزه. مامان غذاها رو توی ظرف کشید. سر میز غذا گذاشت و گفت غذا حاضره. حالا همه دور میز نشستن و مشغول خوردن غذا شدن. هر کس توی این خانواده کاری برای انجام دادن داره. آدمایی با مسئولیت کاراشونو خوب و بدون غر زدن انجام میدن. شما معمولاً چه کاری تو خونه انجام میدین تا به پدر و مادرتون کمک کرده باشین؟